دلم مبلد درو مسکون نمیشه ای جان محبوب به پری سوسوش یک جو نمیشه ای جان محبوب ای دوا از ملک خارجگر بیاریم به زخم دلم ملهم نمیشه بخی اینا ببر بنده پیش گساله بخی ملالا مونده اون گردن و من علاق شد و 5 دقیقه بشیشتون 4 تا خوندن بکنم موندگی بخی همی تا خوندن کرده ببر که گساله گشنه گوام ایوانا گشنه بخزا اول پیش همی گساله که از این چینه اندختی بندازه یک بعد اگر هم ببر بخزا خوب لالا خوبه شما کم دقیقه بده روی اونا کمه اونا بیشتر میتونی ببری میبرم شما بده روی بخی دیگه لالا شما کم دقیقه بده روی من 5 دقیقه بگذاری موندگی خو کم کنم مونده نباشه لالای دول کیاره خوشحال خیلی خیلی جان مراد جون اول خوبه چی گفت گفتای چیچه پیچا خانواده همه که خوبه قوم فامیل شما ای بلبل کجیرش تا میخونه بلبل کجیر برو رگی بریم ایتا بگذارم مدام دره و علف قرار کرده بشین خوب میخونه اشتیم برو خوب این خیریات بخیر نباشه کجیر جان بیار خوشحالی خیلیت بخیری بخی استاد شده کم تره تازه چی همیشه نیو بچه ها جمع نمیشون یار تنبال شده برو خیلی یعنی خو نگاه یک مشت علف تایی به پیش گساله ها میبره من میگه دره من رنج میکنه دست بچه خورده ده لالایت گل جان یک 2 دقیقه دره رو نکنیم برو کار دارم من خیریت بفرمایید روم هم نمیشه که به شما بگم چرا برو خدا نکنه خیریت شما ایگه پانیه بفرمایید نمیتونم مشکل خوردم برو لالایت گل روم هم نمیشه به شما بگم به خدا اشته کنم این پول برق ما 4300 روپیه آماده گفتم اگه دارم همین 3000 همه میدادیم خیلی اشته خیلی آماده عبا مصرف شما خیلیه شما چی مصرف میکنید چی پول ما برقی تموز هم لالا مصرف ما اضافه بم زمستون هم چون تعداد فامیل ما خاله دیگه میگه هر چی پول بدی آش میخوری والله چیکار کنه یعنی مدام پول برق شما میده 4 5000 3000 میایه اشتنه و تموز هم میتونه مصرف ما اضافه به زمستون که بیخی به اضافه هرچی وسایل برقی و بخیری و توتو و دگه زده برو چیکار کنه لالا من جون من یک راه حل به شما نشون دو چی راه حل کجی چی راه حل فقط مصرف خو کوشش کن راه حل که بخی علفار ببر پیش گساله بکن لالا بگذاریم بگم کمک مصرف خو کمتر کنیم دیگه هر دم او گرمی و یخچال و تلویزیون و بادپکا و کولر و عمد و محمود و برق نداری پول برق شما کمتر میایی خیلی هم بیتر بخی نمیشه برو وسایل برقی که به کار باشه لازم باشه مجبوره به تمیز میشه که آدم بپله و نزنه کولر و برق به اندازی یخچال میشه نزنی و برق یک چیز میدی به تا یخچال بعد بگذاری خود نگذاری خراب میشه لالا رمضان میگه اموق ضرب بخور به اندازه که تو را پا نندازه حالا کم شما 24 ساعت شهر و روز مسائل برقی خو نداری اموق داری که ضرورت داریم بزنیم از همه بیتره به شما بیتره بم برق هم فایده داره نمیشه براره می کار امکان نداره شده خبر داری شکر بخی علفار بگو پیش ما گپ میزنم خودنا بخی از این فایده بکنم معدنیه بخی خزک به تو میگم دیگه بخی ما گپ بخور بزنه بخی بابر اینا پیشم گساله بنداز اول با بیاد دیگه جواب دیگه بگو از این فایده به تو معدنیه برو اپول کلال رمضان نمیت نمازدگر اگه در خونه دیگه بخیر خوشی بیایم میدون چون حالا که میفهمید طباخچه خود خونه داره خوبه گپ نی مشکل نداره شما برقم به شما یک راه حل بیتر من نشوندم لالا چی راه حل؟ این نورالله برقی تادر میشناسه؟ میشناسم نورالله کال آفرین ما لالا از ما میته پول برقم خیلی میاماد میته بالاخره ایر ببردم کنتور دستگیری که حال پول برق هرچی میاد 2 ساعت 150 روپیه 2 ساعت در بردی بیلا یعنی قبلا از شما چند میاماد؟ قبلا از ما همین 2500 3000 3500 بالاخره همین خونه ها میاماد اینا لالا ببر قرار برو خودی و گفزی 2000 از شما میگیره میره کنتور شما دستگیری میکنه پول برق از این وقت کم میره یعنی لالا ایت گله میته مطمئنه که او دستگیری کنه میتره که میگه کم میاد پول برق ما دیگه از ما فهمی کارو بکن لالا بریم پیشی بریم خودی گپ زنیم نمازدگر هم میته یا شما اگه آمدیم نه آمدیم من خود نمیارم در خونه پولکا شما برو نقد میدم خوب مشکل نداره خیر بینیم برو تشکر خیر بینیم و مگر اعمال میته به جلوی خبرم در سرای برو بلکه باش به سرای خود
خود دیگه چی کار خدمت داریم برو واقعا وقتی اینا بابا خیر اینو از این گوی میرن اینا نجات گشتگی دادن. بمون خیر بینیم برادر. بخیر باشه برو خداحافظ سلامت باشه خداحافظ. حالا فارم لقد مال که دیگه جیوی خدا کنه این به سرا خوب باشه. بیخی قبل ما بکندی بعد. تو یه عصب نیه. به نظرم که نیه. بابا خواست. سلام خلیفه سلام خیریت چی گپای یاراستی یا خوب سالن کرده باشین چه کار میکنیم استن خود کارا مصرفیتا والا بم خونه یم یک جای دوست تا مترو خراب شده بود اگه اینا رو بیاوردم یک سعی کنم که کدش مشکل چیزی داره اینا رو تیار کنم حالا نورالله استن خود کاروبار مترا استن مترا هم تیار میکنیم نمیکنیم به خدا قسم قبر مالی برقا بکنده برو خوبه شکلات رمضان باقی وقتا هم همسایه و مسلمانان میان به پیش میایم البته اندازی از پول برق اینا رو دل جمع میکنم که یعنی اینقدر مصرف نشه بر اینا میفهمیم که بعض اقتصادی هم که خراب و مردم چیزی هم ندارن همین همکاری که دست نمیای به همین همسایه ما میکنم خوب دیگه لالا نورالله اگه لطف کنه این متر ما رو هم بیایم سعی کنه نمیده کرم حداقل یک دستگیری بکنه که بیخی قبر مالی برق بکنده هر دفعه میه 4000 3000 3500 4000 مصرف ما بالاه برار لالا رمضان من متر شما رو تیار میکنم که شما هر چی میتونیم مصرف کنیم که با برج خیلی بیایه به دو برج خیلی بیایه خیلی بیایه ازری بگیره پس یک کار کنیم برارمه امی اعمال وقت از این وسایل خوار داریم بریم خود شما امی مترک که کسی امنیه چاش نمسته این مترک ما را حداقل امی تیار کنیم که ازی به زور پول برق حداقل آن تمیز هم میشه وسایل برقی اینا هم مثلا خاله میزنه کولر و یخچال و اینا همین پول برق ما کمتر بیه کمش منه ما سبکتر شد منطقه یک چیزی به شما بگم اگر از هر کی 2000 روپیه میستونه مگر مراد مر بکنه لالا رمضان من دیگه کس که باشه به میجی بیای به پیش میکنم متر تیار کنم 2000 روپیه میستونم از شما 1500 میستونم 500 به شما مراد میکنم کمتر از این دیگه من مراد کردن نمیتونم بفهمیدین به خاطر که جنجال خیلی داره او همیت نیه که به یکدم مثلا از این بر لین رو کنی از این بر لین بسته کنی غیر نیه مگر رو کنی متر رو دستکاری کنی بعد زنی بسته کنی خب صحیحه بریم همینجا با شما باشه من برم من باکس سفر بیارم خوبه صحیح حالا خوب شدی اترا کبال که بسته کنه که حداقل همیت تیار کنه که اگی که همیت کی میگه برج به دو برج 1000 روپیه بیه که بیخی به ما قند بریه اما نباشه فرق برج دو نیم 1000 روپیه کجا میشه این پول بردارم درست هم مصرف داره تو این فرمیه رگی پول برق هر چی کار کنه بریم بالا پول برق بریم خود شما بریم متر کنم چون کلی متر من بریم لالا آنه کلی متر شما امینه باشه من روی پاک کنم آنه می متر درست خب برقال از خونه شما قطع شد لالا رمضان بفهمیدین من ایر باز وا میکنم میبرم به خونه میبرم ایر تیار میکنم باز میارم بسته میکنم دیگه شما نمازدگر و خیر خوشی با برقدار میشین
خوب سه مشکل نداره. حال برق خونه شما قطع کرد، ما فهمیدیم. سه الان شما میرو میکنم میبرم خود خودی تیار میکنم آماده میکنم پس میارم بسته میکنم. خوب سه. سه. فکر شما باشه حال چاشت کسی نیه مردم بعض وقتا هم نیم بالاخره به خونه ها خونم نمازدگر که شما متر وابسته میکنیم که اسماسی تیش نفهمه یک دانه کی به ما هم جرمه به شما هم جرمه. لالا رمضان میفهمن کی جرمه. لالا رمضان این روز اول منیه که من این کارو میکنم. حالی به می قریه‌ای که شما میبینیم از 100 تا متر من بیشتر دستکاری کردم میتو بسته کردم. کسی طالب ما نگفته که مثلا چکار یا فلانه. حسیه ربا بس خرسوار یک دم برمیخوره. یک دم مثلا شما این رو صبح نه دیگه صبح بالاخره یکی میبینه به شما جنجال خلق نشه. برار خوربه کردم من بیا غریب بیچاره که میرم خدمت میکنم آیا این به من جرمه؟ الان تو آدم مثلا نداری. برج 3000 به پول برق تو میم 1000 خود شما آدم هوشیاره. این کار که کسی میکنه این جرمه خود من میفهم که جرمه گناه هم داره حرام هم هسته. خب منتها مجبوریم که وضع اقتصادی ما ضعیف مجبوریم این کار رو بکنیم چون نمیتونیم برابر کردن نمیتونیم پولیو. برای من متر شما تیار میکنم. هر زن که متر تیار شد باید زنگ زنه که حداقل من بیام 4 طرف زنگ کنه که این بسته کنه. خب برای شما خلاص من متر رو میکنم برای. صحیح. یک بار باجه ملخک، دو بار باجه ملخک آخر به دام میفته ملخک تو چه کنم من اینجا به این منطقه اربابم چند وقت میشه کارا خود میکنم آگانی و از این کارا از این کارا خود میکردی نمیرفتی بولیس ولی وای 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 نورولوشنه دیار جان جوره خیریه شکر زنده باشی ای جوان خیره بیتی تو مصرف برق این مردم کم که غم ارباب دل خونه خوردی ارباب صاحب چرا اول میگه اپا نزدیم از شما دیگه کی بیتر برای ما هر دم بگیم من متر شما سعی میکنم دست میزنم با چی فرق میکنه ارباب صاحب پس تو باشه غم ارباب دل خوره میخوری کارا خوب شما که با ما خدمت کنیم ما با شما خدمت نمیکنیم ما شب روز به خدمت شما چی فرقی به ما میکنه که برق شما اگه شب هم قطع شما به خدمتیم اگه روز هم قطع شما به خدمتیم به این کار خود جا خوب پلیس ولی بندختی کوکو چه کار کردم ارباب صاحب پلیس ولی جا خود تنوب کردی من تو جل بیاردم میفهمی رولو این پرزل جلب کرده دادم به دست که همین نفر به مربوط به منطقه تو میشه تو 1 سال میشه این کارا رو میکنی من خبر ندارم این کار خوبیه این مال بیت المال به تو دوزی میکنی کار خوبیه مدا سو وقت هم باید بیای به پلیس ولی حاضر شی من حاضر شم این نشده من کار ندارم اما که تو میگو کوکو جان خب ارباب صاحب باشه چشم خاطر دیگه اما تو گفتم دیگه با بیلا چی خاک به سر خو کردم من فقط سقه دیوار و همسایه و دگه شدم من زندگی خور تباه کردم من ولی بگر عمر خور برم به معبس بشینم خاک بم سرمه خودی از این دلسوزیمه به مردم انال مگر برم جواب دوم همین مردم باز میایم استاد میشم که می آدم خوبی بود چرا کار این حاله بچلید دیگه اشتباهی کردم شبم صد قلبی خندان تو شبم صد قلبی خندان تو و دل دارم تا فرمان تو زهیجنان طلاق کجایی زهیجنان طلاق کجایی بیا کم کم ز من یادی بکن بیا از هم تو
بیا کم کم ز من یادی بکن، بیا از غم تو آزادم بکن، به دیدارت دلم را شاد کن، به دیدارت دلم را شاد کن، ز هجرانت هلاکم کجایی، ز هجرانت هلاکم کجایی، جام شکر لب خندایی. انا میتونم مردم دلسوزی کنم، انا میتونم دهر میفتیجی شباز شکاره برخی بیدر برخی تو کسوال 12 تبلر و بشتی آخه بشکنه که تبل من بس کنه خواهد بسرد که خواهد تبلتو چه میزیم یا بیارم نگاه بینی سلامی دیگه خوب چک میکنی تبلر رو میخونی جدا آخه ایمه چک کنه دیگه جدا موسیقی جایه نشسته میکنی روز تبلر که دم تو تبلر بزنه بابه بچه میفهمی که چی کار شده؟ چه کار شده؟ تو دیگه به دنده زنگ سه گوشته زار زار گریه میکنه چه؟ دومان رو بردم بروز فری نه؟ گلیلا؟ آه چه؟ من چون میتونم سوی دست که چی کار کنه دیگه نمیفهم برغنه که دیگه بردم بروز فری سبب کتو دوسری کتو بکنه افسره آه بچم الو شکر خواه زنده باشه سلامت باشه فتح خدا دم کنیم و دیشکه هستیم شتنم بچه ها گلیلا تو دختر تو نخم با تو بخندیم گم تو هم بخندی چرا درد گریه میکنی؟ داده جو همین بیاران نگفتم 10,000 دفعه که نیلی لا این کار نکن میری میترا مردم تو اینا رو به کاچکلک میکنی اینا رو برای خود منخب میکنی داده جمع بیام آدم با خونه نگی تو میخنده آنه میره پیش کاکا خو میره باره با کن بیا داده داده جو گردان رو بند باشه گم پامو شاخ بزغاله به پیش کاکا یکیه خدا حافظ داده ای گپا مفتی بشه آنه ما میرم داده خوبه خوبه خدا میرمان من کن چه خوبه تو چی نکنم آدم یا که ما خوش داده میتونی گریه میکن تو میخندی سرم به سرم تو شد نه خوش دارم نیلی لا بره او مادر رو بمونه تو که عقل نداری تو خوشحال میشی که نولا بره به زندان نه تو چرا یک دمی که میگم لیلا این کار نکن آخی و دومات مانا بیگونه نیه کی تو عقل یاد میگیری من میگم پیار نباشه سرکات باش برای خوب بگم بگم شیری حالا درسته من یک 4 پیرن از تو بیشتر پاره کردم 4 کلمه از تو بیشتر عقل کمال دارم خیانت و غلطات اصولا این یک ضافیه این یک وقتی گیلک بری وقتی اینجا گپا لغتی آنه از وقتی بری خود وقتی چی؟ کجا برم؟ وقتی بری پیش کاکا بله خاطر نیلیلا؟ آه بخاطر نیلیلا؟ آه دیگر بخاطر عمیمه دوسته که عباس پیش کرد شرافت ادعای خود شرف خود تکو این گل که خدای نکرده ای در مواسه خب چی ریسبلی؟ ای در ریسبلیه این نیلیلایه ای کاکا منه لنگم هم تونی منه نه خاطر نیلیلا گیلک گپا مفتی نازی وقتی بری وقتی اینجا بیاده وقت گپای میزنی که وقتی خدا لنگم هم نیلیلا بخاطر نیلیلا ندارم کنه کنه بخاطر داده برو کلیو کنیه میکنم اصلا که با معدلی و خوش نمیایه تو شوهر خود چرا نمیفهمانه جگا بشی من بخورم بخور خدا تا ساعت میگم بیام کم کم هرچی نصیحت بکنم خود رو ملامت بکنم برای عقلی سبیل لای هدایت بکنم از هدایت نیه لیلا از هدایت
کاش که مدارا میبودم وای از قل بالا میبودم وای دختر بالا بلند خریه تا این تماشا میبودم وای